دیگه مرغ ساده فریز نکنا. بذار بهت 4 مدل غذای نیمه آماده یاد بدم که خیلی به کارت میاد. فقط کافیه که 1 ساعت زمان بذاری. سینه مرغ چرخ شده، پیاز رنده آب گرفته شده، سیر، ادویه برگر، آردن و خوچی، گیشنیز و جعفری ساتوری شده و نمک رو با هم ترکیب میکنیم تا موادمون یک دست بشه. از موادمون 120 گرم جدا میکنیم و توی قالب برگر یا هر وسیله‌ای که دارید قالب میزنیم. توی سینی میچینیم و توی فریزر قرار میدیم تا منجمد بشه. برای مدل بعدی سینه مرغ چرخ شده، ادویه ها، نمک، فلفل للمه رنگی خرد شده و پنیر موزارلا رو با هم ترکیب میکنیم و بهش شکل میدیم. توی ظرف مخصوص فریزر قرار میدیم و درشو محکم میبندیم. مدل بعدی سینه مرغ ورق شده، ادویه که توی کپشن برات نوشتم به همراه روغن زیتون و نمک ماساژ میدیم تا مزه دار بشه. یه مقدار میکوبیم تا نازک بشه. برای مواد میانی که کاملا سلیقه‌ایه من از قارچ، پیاز، زرشک و پنیر موزارلا استفاده کردم. رولش میکنیم و توی ظرفای مخصوص فریزر قرار میدیم. برای مدل آخر هم کافیه روغن زیتون رو با ادویه هایی که توی کپشن برات نوشتم و سیر و پیاز خلالی شده و یه مقدار آب ترکیب کنی و فیله های مرغ رو بهش اضافه کنی. خوب ماساژشون بدی تا کاملا مزه دار بشن. توی زیبلاک قرار بده و توی فریزر. اینجوری هر وقت عجله داشتی سریع غذای خوشمزه و سالم داری. لایک و ذخیره یادت نره که میدونم بعداً به کارت میاد. مرسی که بازم مثل همیشه تا انتهای ویدیو همراه هم بودی.